اهل جامعه مقامات سعودی ولایت سوخت و حجت تاریخی استقرار صلح و رضایت ملی را چون سندی گرانبهای تقدیرساز اعتراف کردند. بخشیده به 28مین سالگرد روز وحدت ملی در تالار مقامات سعودی ولایت چهاربینی تشکیل گردیده. در آن برآمد کنندگان از تاریخ عید وحدت ملی و نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بابت به دست آوردن این استقرار و صلح حرف زدند. رئیس سعودی ولایت سوخت تاکید نمود که برقرارسازی صلح و رضایت ملی در تاجیکستان باعث تغییرات‌های کلی در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و معنوی جامعه گردیده. مرحله نوی بنیادکاری و سازندگی شروع شد. وحدت برای ملت تاجیک چون بزرگترین نعمت در بیدارسازی دانش سیاسی مردم و تشکل هویت ملی زمینه باسازی فراهم آورده توانست. تاجیکستان در بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تجربه کامل به دست آورده. از جانب با نفوذترین سازمان‌های جهانی و دولت‌های خارجی شناخته شده. علم‌های سرور دولت ما از قبیل سال آب تازه، 10 ساله عملیات آب برای حیات، از خطرهای گلوبالی امین نگاه داشتن سیاره در سطح جهانی پذیرفته شده‌اند. مکتب سرور پیشوای ملت تعلیمگاهی است که در مرحله بسیار مرکب و پرتضاد تشکل یافته، موقع سازندگی و بنیادکاری کسب نموده است. در جمع آمد ابراز گردید که سازشنامه صلح برای سرزمین اجدادی ما ثبات و آرامی واقعی را تامین کرد، وحدت ملی را به وجود آورد و زندگی را فراهم ساخت که آن را هر یک فرد پاکدل و نیکخواه مملکت انتظار بود. زمینه اساسی وحدت ملی پیش از همه این خرد ازلی مردم خودآگاه و وطنپرور و سعی و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان ارزیابی گردید. اعلامیه استقلالیت و سند سازش صلح تاجیکان ارزش برابر دارند، زیرا که اگر اعلامیه استقلالیت به مردم ما همچون استقلالیت دولت را به دست آورده باشد، سازش قبول گردیده به مردم تاجیک صلح و ثبات آورد. با به دست آوردن استقلال و وحدت ملی نظام سودی کشور نیز از حساب سودیه‌های تخصصمند رشد نموده. در تامین عدالت سودی، حفظ و حمایت منفعت‌های شهروندان اعتبار جدی داده شد. در زمان معاصر استقلال و وحدت بالاترین و پرارزشترین دستاورد دولت به شمار رفته. پاس داشتن این نعمت بی‌نظیر، سبق گرفتن از تاریخ غنی، احترام و ارج گذاشتن به مقدسات ملی و میراث بوی سیاسی و معنوی راه دولت سازی وظیفه مقدس هر یک فرد قدرشناس و شکرگزار از جمله سودی‌ها و کارمندان مقامات سودی ارزیابی گردید. با تشبث و ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با امروز صاحب دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و صاحب اختیار گردیده. با شرافت امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی سنه 27 ایونی سال 1997 رسیدن به صلح کامل و وحدت ملی در مملکت فضای باوری و آینده تاجیکستان همگان عمیق و درک احساس نمودند. در جریان چهاربینی یک قطار کارمندان بخشیده به 28مین سالگرد تجلیل روز وحدت ملی با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی گردیدند. مستانه محیدی لازاده، علی شیر نیازов، شاعر مبین زاده، اخبار.